از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با شخصی از انصار برخورد نمودند که برادر خود را به سبب شرم و حیا داشتن پند میداد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند شرم و حیا داشتن از ایمان است. و از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند مأمور گشتم که با مردم تا آن وقت مقاتله کنم که بگویند خدای دیگر جز خدای یگانه نیست و محمد پیامبر خدا است و نماز بخوانند و زکات بدهند و چون چنین کردند جان و مال خود را از جانب من بجز در حقی که اسلام تعیین کرده است در امان داشتند و حسابشان با خداست. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که کسی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسید کدام عمل بهتر است؟ فرمودند ایمان به خدا و رسول او. دیگر شخص پرسید بعد از آن کدام عمل؟ فرمودند جهاد در راه خدا. باز کسی پرسید که بعد از آن کدام عمل؟ فرمودند حج نکو. از سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به گروه از مردم در حالی که من نشسته بودم چیزهای دادند ولی به شخصی که او را از همه بهتر گمان میکردم چیزی ندادند. گفتم یا رسول الله چرا به فلانی چیزی ندادید؟ به خداوند قسم که او را شخصی مؤمن میپندارم. فرمودند بگو که شخصی مسلمان است. اندک زمان ساقط شدم. باز معرفتم به این شخص مرا بران داشت که گفتم را دوباره تکرار کرده و بگویم ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم چرا به فلانی چیزی ندادید؟ به خداوند قسم که او را شخصی مؤمن میپندارم. فرمودند بگو که شخصی مسلمان است. باز اندکی سکوت کردم و معرفتم درباره این شخص مرا بران داشت که تا گفتم را تکرار نمایم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم همان گفته خود را تکرار نموده و فرمودند ای سعد من به شخص چیزی می دهم در حالی که شخصی دیگر از وی نزد من دوست داشتنی تر است و سببش این است که می ترسم مبادا خداوند به سبب این چیز او را به دوزخ سرنگون سازد. از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند دوزخ به من نشان داده شد دیدم که اکثر اهل آن زنانی اند که کفران یعنی ناشکری کردند. کسی پرسید آیا به خدا کفران کردند؟ فرمودند ناشکری شوهرشان را کردند، ناشکری احسان را کردند. اگر تمام عمر به یکی از اینها احسان کنی و چون از تو اندک تقصیر ببیند میگوید من هیچگاه از تو خوبی ندیدم.